این برادری ما هم مقصد دستی به زمین زدن، دستی به باغکاری زدن، مقصد از حافظی توی گردی یگان خلاصه برآوردن که اینقدر زنها و مردها را یک جایه میکنیم، اررش میکنیم. همین شو کسایی که در همین اطرافای ما زندگی داشت، همین آوازی که تا ساعتهای 10 شب بود، اکو خیلی گویم جای تأسف است برادر عزیز. همون خانه شما هست داخل، همون خانه که از شما هست، همون شما میتوانید که خیلی پسترک میلش خواهشتان هست، میلتان هست، خواهش دخترت هست، خواهش بچت هست، همون را پستر همون دایره خانه دکنین بس هست داخل. اون کدام انسانی بود که باور کنین اون آدم هوشیار نبود، خود همون سراینده هوشیار نبود. اون سخنهایی که او میگفت، ما امشب برادرها همراه ما بودن خانه ده، مهمانها در خانه بودن. ای به دادر عزیز، او در همون جا چی خوانده است؟ خطوبه. ای به بنام خدا، ای با همون چیزی ایندیست که اکو خطوبه آخی چی بلا هست آخی؟ ای بسه بنام خدا. همین ها را گوش کردن در همین زمان ما با همین عقل و فراست به خدای خنداور نیست. این ما را باید در تشویش بیارد، ما را در غم بیارد که آخی چی است این خطوبهش، چی معنی دارد؟ همون پرسینش کو از همون چی فایده میگیریم ما؟ چی فایده است؟ اینا گوش کردی چی منفعت بردی؟ همین شب هم میو صدا داد، یک دانه گل دو دانه، اناری دانه دانه. اینا شعر، اینا پند. دوامش دا گفت اکو مایرم من نمیدونم کی باشه، نام مایرم گرفت. او هم عروسی خانه بود یا اون مایرم یگان رقاصش بود. ای مایرم بوسه زنم لب دهانی تره. به نام خدا عیب، شرم، گناه، غضب خدا. این چی میدید؟ همین روز کیناها برای ما و شما چی دادیستن؟ همین کیناهای کشتار. او روز یک برادر سوار کردیم از دنگره تا کلاب آمد، بچه های جوان اینا در واسه شده است. بچه های جوان کودک ها را کشتن، یک دیگرش را کشتن. تأثیرش وقتی من پرسیدم برای چی کردن، گفت این همین کیناها را دیدن، طرز کشتن و زدن، همین را استفاده بردن. یا در دنگره یک بچه صنف 2 را یک آدمی کلان کشته است. همه این آفت ها است، از دیدن، از همین شنیدن است. آخی تو رفتی در همون معرکت را دعوت کردن، حرمتت کردن، آخر یک چیزی نمیخوانی که مردم استفاده برند، یک چیزی نمیگویی که مردم از او بهبودی در او برو شود. بسیار علم آور بود. برای همین دادر عزیز بسیار کاری خوب کردی. خدا خیر دهد، خدا باخت آباد کند، خدا با این باخت سیر حاصل کنه و خداوند این گونه فکر و این گونه نیتی نیکی که کردی، خدا با این نیت و با این فکر تو را ابدی نگه دارد و خدای مهربان این گونه نافهمی ها و این گونه جهالت خدا از ذهن تمام بندگان دور بگردان. بنده ها را خدای با مدنیت و با فرهنگ و با معرفت بگردانی. آمین یا رب العالمین.